خدمت همراه گرامی، در این ویدیوی آموزشی نحوه واریز پول تومان، لیر و ارز دیجیتال تتر رو آموزش خواهیم داد. در قسمت داشبورد ما یک گزینه کیف پول داریم. بر روی گزینه کیف پول کلیک نمایید. وارد کیف پولتون که شدید، اینجا ارز USDT یا همون تتر رو میبینید و واریز پول تومان و لیر ترکیه. برای واریز هر کدام از اینها به این صورت که بر روی واریز، به عنوان مثال بر روی تومان کلیک میکنیم، یک شماره حساب شبای بانکی در اینجا قرار داده شده به همراه یک شناسه واریز. از حساب بانکی که به نام خودتونه مبالغ رو واریز میکنید به این شماره شبا و این شناسه واریز. در صورتی که از حساب شخص ثالث مبالغ واریز بشه، پول به حساب پنل کاربری شما تایید نمیشه و طی 72 ساعت با کسر کارمزد بانکی به حساب مبدأ مرجوع میشه. بعد از اینکه واریزتون رو انجام دادید، مبلغ واریز، کد پیگیری که در فیش بانکی شما وجود داره و توضیحات که در چه ساعتی از چه بانکی شما واریزتون رو انجام دادید، اینجا ثبتش رو انجام میدید و گزینه ثبت درخواست رو کلیک میکنید. دقت کنید بعد از ساعت 12, 15 و 20 مطابق سامانه شبای بانکی در ایران مبالغ به حساب مقصد کانفرم میشه و کیف پول شما در این قسمت شارژ میشه که شما امکان خرید ارزهای دیگر رو در این گزینه ها براتون به وجود بیاد. برای ورود به ارز لیر هم به همین صورته. شما یک شماره ایبان دارید که اینجا وارد میکنید. در قسمت توضیحات باید حتما آچیکلاماکی که اینجا توضیحات مینویسید باید اون شماره کارت اقامتیتون باشه که در قسمت آچیکلاماک توضیح میدید. اینجا توضیحات تکمیلی داده شده. به محض اینکه مبلغ به صورت فست یا غیر فست به حساب مقصد کانفرم شد، شما میتونید مبالغ خودتون رو در کیف پولتون در قسمت لیر مشاهده کنید. ولی برای واریز ارز دیجیتال تتر یه ذره ما متفاوت عمل میکنیم. اینجا شما یک آدرس دارید میبینید و اسکنی که برای آدرس به وجود اومده. خب ما ابتدا اینجا دقت کنید که ما توی 3 شبکه ارزی دریافت ارز تتر رو داریم. شبکه TRC20 یا همون ترون، شبکه ERC20 یا اتریوم، شبکه اسمارت بلاکچین. میتونید شما واریز خودتون رو انجام بدید. بعد از اینکه واریزتون رو انجام دادید، در این قسمت تعداد ارزی که واریز کردید، به عنوان مثال شما اومدید 100 واحد ارز تتر واریز کردید، خب یک کد پیگیری اینجا شما روی قسمت ترانزکشنتون دارید. اون کد پیگیری که شامل اعداد و حروف هستش به صورت کپی پیست اینجا ثبت میکنید و اگر نیاز به توضیحات خاصی دارید در این قسمت حتما برای ما بنویسید. دقت کنید از بروکر یا پلتفرم‌های ثالث به دلیل اینکه امکان داره کد پیگیری به شما ارائه ندن خودداری کنید. حتما واریز ارز دیجیتال تتر رو از کیف پول شخصی خودتون انجام بدید. به 2 آدرسی که اینجا نمایش داده شده میتونید واریزتون رو انجام بدید و ثبت واریز میکنید. به محض اینکه ارز دیجیتال شما به مدت 10 دقیقه میتونه تا 2 ساعت زمان ببره به خاطر ترافیک شبکه بلاکچین که به آدرس مقصد کانفرم بشه. بعد از تایید در مقصد کیف پول تتر شما اینجا شارژ میشه و شما امکان خرید و معاملات ارزی برای شما فراهم میشه. با تشکر از شما.